ما اگه کنسرت میذاشیم کدوم کسخلی میرم کنسرت این یارو؟ من نشده با تو بمونم. آخه کدوم کسخلی میره کنسرت؟ اصلا این یارو کیه؟ سلام به بارک دوستاشنی، به کانال اخبار حواشی ایران خیلی خوش اومدید. امروز هم با اخبار حواشی اخیر در خدمت شماییم. توهین آرتا موینزد، استفاده بدون اجازه از متن رپ آرتا. امروز اومدیم این قضیه ها رو با هم دیگه دنبال کنیم. پس لطفاً با لایک، کامنت، سابسکرایب از ما حمایت کنید. واسه دوستان زنگوله رو یادتون نره بزنید تا بتونین اولین نفر از اخبار حواشی با خبر بشید. چند وقتی که ترک آره از کوروش و آرتا حسابی ترند شده و باهاش محتوا متفاوتی ساخته میشه. با اینکه رپ توی کشورمون مجاز نیست، همیشه دیدیم که از محتوای رپرامون استفاده‌های زیادی میکنن. همونش که توی تصویر بالا مشاهده میکنید، تیکه از متن آره برای یک برند تبلیغاتی استفاده شده که حسابی مورد انتقاد آرتا قرار گرفته. آرتا طی صحبت‌هایی که توی چنل تلگرامش انجام داد نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و در ادامه صحبت‌هاش هم تیکه‌هایی رو به یه سری از اشخاص دیگه انداخته که در ادامه با هم دیگه صحبت‌ها رو بشنویم. لفظامونو که میدوزید میذارید تو چیز، دنبال خراب کردن ما هم که هستید. هزار تا کوشر هم که به ما میگید، آخرم آهنگمون رو گوش میکنید. خب بیا دوست باشید دیگه، چه کاریه؟ خب چرا همه عاشق سقوط قهرمانن؟ خدایی برزیل و مثلا مالدیو با هم بازی بکنن یا اصلا هر کی، برزیل میبره دیگه. خب برزیل ببره ما زیاد اصلا برامون پشمامونی، ولی اگه مالدیو به مثلا الان کن 10 نفر ریختن رو دریک، یعنی کل آمریکایی‌ها الان میخوان دریک رو خراب کنن. چرا؟ چون دریک کاناداییه، حرف اول میزنه تو رپ. کلا مردم عاشق اینن که خراب کنن دیگه، اون یه چیزی که بالاست رو بیارن پایین. خلاصه اگه هیترید تو لباس فن نیاید جلو، تکلیف خودتون رو معلوم کنید، وایسید روبرو. یه سری هم خایه ندارن هیترشن، واسه همین دوستن. همونطور که شنیدیم صحبت آرتا در خصوص استفاده بدون اجازه از اثرش رو توی بیلبورد تبلیغات بوده که این اتفاق تا حالا بارها افتاده. همچنین کوروش هم این تصویر رو استوری کرد و نوشت نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت. استفاده از قسمتی از آهنگ آره برای تبلیغات گسترده در شهر بدون اجازه گرفتن از صاحب اثر. در ادامه صحبت‌هایی هم که آرتا انجام داد، تیکه‌های سنگینی رو به پاپخونا مخصوصا موینزد انداخت که بریم با هم دیگه صحبتایی که آرتا در مورد پاپخونا و موینزد رو انجام داده بشنویم. مافیای پاپ هم که داره لذت کافی رو میبره از این اتفاق، داره نهایت سوء استفاده رو میکنه. ما اگه میگیم شانس آوردی ما نمیتونیم بیایم ایران، یعنی شانس آوردی اصلا ما که برش کن، شانس آوردی رپرها نمیتونن کنسرت بذارن. ما اگه کنسرت میذاشیم کدوم کسخلی میرم کنسرت این یارو؟ من نشده با تو بمونم. آخه کدوم کسخلی میره کنسرت؟ اصلا این یارو کیه؟ جفتک میندازه رو استیج، هیچیش به هیچیش نمیخوره، کفشش برنساگا این بوتاس بعد میگه من نشده با تو بمونم. یعنی چی؟ بابا جمع کنید با تو خدا. صحبت آرتا در خصوص پاپخونا و موینزد رو با هم دیگه شنیدیم که انتقادات زیادی نسبت به این کنسرت موینزد به گوش میرسید. یکی از دلایلی که انتقادات نسبت به موینزد بسیار زیاد شده بود، استایلی که توی این کنسرتش ازش استفاده کرده بود. اونقدری که انتقادات به این استایل زیاد شده بود که حتی طرفداران خود موین و خبرگزاری داخل هم این موضوع رو پوشش دادن. حالا شاید براتون جالب باشه که بدونید موینزد قبل از اینکه موسیقی پاپ رو دنبال کنه رپر بوده. بریم با هم دیگه یه فری استایل قدیمی از موینزد رو ببینیم. و محکم زدم به دیوار وقتی دیدم خالی پاکت سیگارم. تو که بی من خوشی ازم چی میخوای؟ بعد از 2 سال اومدی داری چی کارم؟ من به خاطرات با هم خوبیم، تو هم نمیرفتی اگه عالم بودی. نه تو رو میکنم و هیچ کس دیگه، ما بقیشم مثل این روزا میگذر میره. واقعی اومدی اما علکی بودی، درگیر مادیات و آن پولی. نفست مغنی به دل نمیشینه، مرد دائم الخمر رو یه پیک نمیگیره. تو هم ذات تینه عوض نمیشی که ریسمون سیاهی سفید نمیشی که پس نزو برو. تنها این خوشگل تره بر دیگه، چرا خوشگل زده توی این مدت؟ با کیا کجا بودی؟ الانم برو خوش بگذره. این هم از فری استایلی از موینزد بود که با هم دیگه شنیدیم. نظر شما چیه؟ به نظرتون استفاده بدون اجازه از آثار رپرها کار درستیه؟ شما طرفدار کدومشونید؟ پاپو بیشتر ترجیح میدید یا رپو؟ حتما کامنت کنید.